یه سوال جذاب، قدرت خان قوی تره یا هوش و استقامت؟ تصور کن یه زمین بیطرف داریم که یه طرف یه شیر تنها با وزنی حدود 200 کیلو با یالای طلایی و قرشی که کل ساوان رو میلرزونه. اون طرف یه گرگ خاکستری داره که سبکتره اما باهوش، استقامت دار و استاد تاکتیکای گروهیه. اگه این دو رو در یک نبرد فرضی روبروی هم بذاریم به نظر چی میشه؟ آیا شیر با یه حمله همه چیز رو تمام میکنه یا گرگ با استقامت و هوشش میتونه شرایط رو عوض کنه؟ شاید فکر کنید جوابش واضحه، اما وقتی عمیق تر بشیم میبینیم که این نبرد خیلی پیچیده‌تر از یه دوئل ساده است. پس بمون تا آخر، چون میخوام نشونت بدم چرا جواب این سوال میتونه غافلگیرت کنه. شیرها همیشه نماد قدرت و سلطه بودن. یه شیر نر بالغ میتونه تا 200 کیلو وزن داشته باشه، با بدنی عضلانی و پنجایی که هر ضربش میتونه شکار بزرگ مثل یک گاومیش رو زمینگیر کنه. قدرت فکشون حدود 600 PSI، یعنی به راحتی میتونه استخونای محکم و خورد کنه. سرعتشون توی حمله‌های انفجاری تا 80 کیلومتر در ساعت هم میرسه. اما شیر نمیتونه طولانی بدوه. اگه توی حمله اول موفق شد که شده، اگه نشه به سرعت نفسگیر میشه. این نقطه ضعف بزرگشه. راز موفقیت شیرها بیشتر تو کار گروهیه. شیرهای ماده استاد تاکتیکن، با همکاری طعمه رو محاصره میکنن و راه فرار رو روش میبندن. بعد نوبت شیر نره که با یه ضربه بیاد و کار تموم کنه. ولی اگه شیر تنها باشه چی؟ در این حالت شکار براش سخت میشه. خیلی وقتا شیرهای تنها به لاشه خوری و شکارهای کوچیکتر و از اینجور چیزا رو میارن. این نشون میده که حتی پادشاه ساوان هم وقتی تنها باشه بی‌نقص نیست. حالا نوبت گرگ خاکستریه. به ظاهر کوچیکتر از شیر میاد، وزنش معمولا بین 30 تا 45 کیلوه، اما نقطه قوت اصلی گرگا هوش گروهیشونه، استقامت بی‌نظیرشونه. گرگا استاد تاکتیکن، اما مثل یه تیم فوتبال حرفه‌ای عمل میکنن. بعضیا تعقیب میکنن، بعضیا راه فرار رو میبندن و در لحظه مناسب همه حمله میکنن. حتی گزارشایی هست از گله‌های گرگ که طعمه‌شون رو کیلومترها تعقیب میکنن تا طعمه خسته بشه. قدرت فک گرگ حدود 400 PSI، نسبت به جثه‌اش خیلی فوق‌العاده است. وقتی گاز میگیره به این راحتی هم ول نمیکنه. به علاوه گرگ‌ها توی سرما و سختی هم مقاوم‌ترن، میتونن روزها بدون غذا دوام بیارن و همچنین موقع شکار با انرژی کامل حاضر میشن. یه نکته جالبه، گرگ‌ها زبان بدن خاصی دارن، مثلا با صدا، زوزه ها و حرکات بدن با هم ارتباط برقرار میکنن. همین باعث میشه هماهنگیشون توی شکار فوق‌العاده باشه. خب اگه تا اینجا خوشت اومده و کنجکاوی بدونی نتیجه چی میشه، همین الان لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن، چون آخر ویدیو این نکته جالب میگم که مطمئناً غافلگیرت میکنه. حالا وقت قضاوته. یک به یک در زمینای باز. قدرت شیر بی‌رقیبه، وزن، سرعت و فک برتری کامل بهش. یه حمله موفق میتونه همه چی رو تموم کنه. یه شیر تنها در برابر گله گرگ‌ها. اینجا داستان عوض میشه. گرگ‌ها از همه طرف حمله میکنن. یکی حواس شیر رو پرت میکنه و یکی از پشت گاز میگیره. با گذشت زمان شیر خسته میشه و اینجاست که حتی پادشاه هم میتونه زانو بزنه. در ساوانای باز آفریقا شیر دست بالا رو داره. در جنگل‌های برفی اروپا یا کانادا گرگ‌ها با شرایط آشنان و برتری پیدا میکنن. از نظر ویژگی‌های اخلاقی شیر بیشتر روی قدرت تکیه میکنه، گرگ‌ها روی کار گروهی و هوش تاکتیکی. از نظر فرهنگ و اسطوره‌ها جالبه بدونی شیر در فرهنگ‌ها نماد شجاعت و سلطه است، در حالی که گرگ در اسطوره‌های اروپایی نماد هوش و گاهی خطر شناخته میشه. همین تفاوت فرهنگی هم باعث شده نگاه ما به این دو تا حیوان متفاوت باشه. پس هیچ برنده مطلقی وجود نداره. تک به تک شیر برنده است. گروهی و طولانی گرگ‌ها شانس بیشتری دارن. خب حالا نوبت توه. به نظرت اگه واقعا همچین
نبردی اتفاق بیفته کی شانس بیشتری داره؟ شیر تنها توی ساوانا یا یه گله گرگ توی برف و جنگل؟ نظرتو همین پایین بنویس، چون بهترین کامنت ها رو توی ویدیوهای بعدی میارم. و یادت نره سابسکرایب کنی، چون تازه اول راهه. مقایسه‌های بعدی حتی عجیبتر و غافلگیر کننده تره، از حیوانات و تکنولوژی و حتی انسان ها گرفته تا چیزای دیگه.